در حالی که جهان امروز 24 جنوری 2026 روز جهانی آموزش را گرامی می دارد، میلیون ها دختر افغان همچنان از حق بنیادین آموزش محروم اند. 4 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد و محدودیت ها بر زنان و دختران تشدید شده است. طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از ادامه تحصیل منع کرده و در بسیاری از بخش‌ها فعالیت‌های زنان را محدود کرده اند. این اقدام با انتقاد شدید داخلی و بین المللی روبرو شده است. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو اعلام کرده که پیش از تسلط طالبان سهم زنان در تحصیلات عالی طی 20 سال گذشته از حدود 5000 به 100,000 نفر رسیده بود، اما اکنون این سهم به 0 رسیده است. از 4 سال پیش تا اکنون مکاتب و پوهنتون‌ها یکی پس از دیگری بسته شده اند. استادان و محصلان یا کشور را ترک کرده اند و یا تحت فشار مجبور به سکوت و کنار رفتن شده اند. این وضعیت نقض آشکار حقوق بشر است و همچنان ضربه جدی به توسعه ملی، اقتصاد، ثبات اجتماعی و آینده کشور وارد می کند. فعالان حقوق بشر و نهادهای بین المللی بارها نسبت به ادامه محدودیت ها هشدار داده و خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان شده اند.